سایه خفن و میلیونی میگیرن یادت بدم، ولی من تو این ویدیو رایگان بهت آموزش دادم. کانسیلر رو میزنین پشت پلکتون، کامل با بلندر خشکش میکنین. قهوه‌ای روشن برای کریس پلک با براش فیدش میکنین و روش با براش فید قهوه‌ای فندقی یا تیره تر میذارین و دوباره فید میکنین. با استفاده از براش سرتخت و کانسیلر قسمت کریس پلکتون رو به همین حالت و شکل باید کات ایجاد کنین. به این مدل کات انداختن پشت پلک میگن کات آب با کلاه و پایین قسمت خط رو کانسیلر میذارین و دوباره با بلندر بلندش میکنین کاملا. براش سرتختتون رو میزنین توی رنگ فندقی و همونطور که میبینین یه خط با فاصله از پلکتون هم وسط چشم ایجاد میکنین به سمت شقیقه و زیرش رو شروع میکنین رنگ گذاری، رنگ قهوه‌ای روشن و رنگ قهوه‌ای تیره. بون مژدتون رو خط چشم میکشین، فقط خط چشم میکشین، به هیچ عنوان نباید دنبال دار باشه. بعد از کشیدن خط چشم با استفاده از رنگ مشکی پودری انتهای خط چشمتون رو فید میکنین کاملا و دوباره همون رنگ ها رو برای زیر چشم به صورت رفت و برگشت میذارین و بلند میکنین به سمت بالا. موژه دلخواهتون رو میذارین، ترجیحاً موژه گوش بلند بذارین که چشمتون رو کشیده تر کنه و ریمل برای موژه های پلک پایین. این هم سایه خوشگلمون حتما سیو کنین چون هیچ جای اینجور سایه ها رو بهتون 0 تا 100 آموزش نمیدن.